دید شیخی دختری زیبا و حالش شد خراب، بند تنبان شلش طرحی پلید افکار کرد، در پی دختر فتاد و راه را بر او ببست، دست بر تسبیح برد و این چنین گفتار کرد. گفت گیسوی تو بیرون است از محدودش، گفت شیخا تیز چشم بایدت افزار کرد، گفت چادر زینت زن موجبات پاکی است، گفت پاکی را نشاید چاره با چلوار کرد. گفت من فرمان به کشور میدهم آنگاه تو، گفت باید گریه بر آن کشور بیمار کرد، گفت مهرت چند دختر صیغه فرمان خداست، گفت سگ ترجیح دارد بر تو تا دیدار کرد، گفت در زیر عبایم جای تو امن است و گرم، گفت باید بر عبای چون تویی